می شود. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که ان الله یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار و یبسط یده بالنهار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها. رب العالمین هر ابتدای سحر آغوش رحمت کشاده می کرده است. میفته ای شخصیتی که امشب گناه کردی بیا توبه کده گناه تا ببخشم. نباشه گناه تو را بی قدر میکنه، گناه تو را بی برکت میکنه، گناه تو را بی حرمت میکنه، گناه تو را خارت میکنه. دوباره هر ابتدای شب خداوند آغوش رحمت کشاده میکرده. میفته ای شخصیتی که امروز گناه کردی بیا توبه که گناه تا ببخشم که گناه تو را یعنی بدبخت و خار و رسوات میکنه. یعنی در یک روز در یک سوتکه خداوند دو بار به سوی بنده ها فریاد میکرده است که ای بنده بیا توبه کده من گناه تو را ببخشم. نباشه گناه انسان چقدر بی قدر و بی حرمت و بی عزت میکنه. امروز در اصل ما اگر ظاهرا هم ببینیم یک انسانی که اگر یک گناهش پنهانی کرده باشه ما با شخصیت ببینش چقدر ناراحت میشه، شرم‌آلود میشه، چون که گناه عزت و حرمت انسان از بین میبره، انسان به آبرو میکنه. به این خاطر انسانیت باید که بعد از گناه در حال در فکر توبه باشه. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که کل ابن آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون. تمام فرزند انسان خطا میکنه، تمام انسانیت گناه میکنه. غیر از انبیای خدا، غیر از پیغمبرای خدا تمام شخصیت لغزش داره، تمام شخصیت یک خطا و کمبودی در حیاتش میکنه، گناه میکنه. نیست انسانی که در این دنیا یعنی بی گناه و تعبیری و شاعر گفته کن ناکرده گناه در این جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو. یعنی در این دنیا یگان کسی نیست گناه ناکرده بماند. جناب پیغمبر گفتن که خداوند گفته تمام انسان یعنی گناه میکنه و بهترین شخصیتی که گناه کرده است همون انسانی است که توبه کننده است. یعنی که بهترین خطاکار شخصیتی است که بعد از گناهش توبه کرده است. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در باب قبول شدن توبه، اینکه خداوند هر نوعی گناه باشه یعنی گناه میبخشه و از بنده قبول داره دوباره بنده شه، میفرماید که در یک دور یک شخصیتی بسیار یعنی ظالم و یک شخصیتی بسیار راهزن و خیانتکاری بود که در دوام حیاتش 99 انسان کشته بود، 99 شخصیت کشته بود. روزی میگه از گناه پشیمان شد، عمرش به جای رسید، به پیری رسید، فهمید که امروز یا فردا میمرم نزد خدا میرم، جوابگری هست. این شخصیت میگه بعد از یعنی 99 شخصیت کشتم پشیمان شد، نزد یک انسان عالم آمد، نزد یک عالم آمد گوی حضرت گفت من در حیاتم 99 انسان کشتم، اگر توبه کنم خداوند منو میبخشه؟ این عالم میگه گشت یعنی جواب بعضی اهل علم ها سخت جوابن، یعنی جوابی سخت میگویند که انسان ناراحت میکنه، انسان ناامید میکنه. این عالم گشت گفت که تو میخواهی که با این قدر یعنی انسان کشی و ظالمی تو قاتلی خدا تو را ببخشه؟ خداوند هرگز نمیبخشد. گفت وقتی که خدا من نبخشه گفت اکو کشتگیام 100 تا مینام. اون عالم هم گرفت میگه در زمین خواب کرده سرش از تنش جدا کرد، او را هم کشت، یعنی که 100 نفر کشت. یک مدت گشت با دوباره پشیمان شد. در اصل گناه چی نوعی باشه برادر عزیز آخر پشیمانی داره، آخر انسان پشیمان میکنه. دوباره پشیمان شد، میگه شخصیت با نزد یک عالم دیگر رفت، گفت حضرت گفت من در حیاتم گفت 100 آدم کشتم، اگر توبه کنم خداوند منو میبخشه؟ اون شخصیت که صالح بود و البته را گفت خداوند تو را میبخشه. خداوند وعده کرده است که گناهی تو هرچند بزرگم باشه اگر رحمتی من از گناهی تو بزرگتره، خداوند تو را میبخشه. فقط یک شرط داری گفت بعد از توبه کردنت این شهری که زندگی داره این شهر انسانهای یعنی منافق و فاسق انسانهای بد هستن، انسانهای گناهگار هستن. در فلان دیار گفت یک گروه مردم صالحا انسانهای خوب زندگی میکنند، بعد از توبه کردن گفت نزد همونها میره، دوام عمرت باقی مانده عمرت همراهی انسانهای صالح در عبادت و بندگی خدا میگذرانی.
این شخصیت میگه وقتی جواب از جانب عالم قبول کرد، در حال آمد میگه توبه کرد از تحت دیر به خدا رو آورد و از خانهش میگه اون مقصد انجام لاقی هر چیزی داشت جمع کرد، از شهر بیرون شد به سوی انسانهای صالح. در راه رفتن میگه در بین راه بود، در مابین راه بود، میگه که قضای الهی در بالاش آمد، یعنی وقت مهلتش بود چی؟ از دنیا عمرش به آخر رسید. برای قبض روحش، برای جانش گرفتن دو گروه ملائکه ها آمدن. میگه یک گروه ملائکه های عذاب آمدن، یک گروه ملائکه های رحمت. برای قبض روحش میگه دو گروه ملائکه آمدن. ملائکه های عذاب انسان های بدبخت و منافق و فاسقه، یعنی به سختی و به عذاب جانهاشون میگیرن. ملائکه های رحمت انسان های صالح خوبه، یعنی به مهربانی و به نوازش و به خوبی جانشون میگیرن. میگه این دو گروه ملائکه آمدن برای قبض روح این شخصیت. بین همدیگر بحث شوشید، جنجال شوشید. ملائکه های عذاب گفتن که این شخصیت گناهگار بود، در حیاتش یک بار خدا را سجده نکرده، این شخصیت 100 آدم کشته، ما جان ای را قبض میکنیم به عذاب و به مشقت. ملائکه های رحمت گفتن که این شخصیت پیش از این که از خانهش بیرون شوه از گناهاش پشیمان شده بود و توبه کرد، خداوند توبه ای را قبول کرده است، ما جان ای را قبض میکنیم. این دو گروه ملائکه میگه به همدیگر در بحث بودن، در جنجال و گفت و گذار بودن. خداوند یک ملائکه از ملائکه های مقرب فرستاد، گو برای این شخص این ملائکه را بگو بین همدیگر جنجال نکنن، همین زمین چین کنن. اگر همین شخصیت اگر به سوی شهر انسانهای صالح خوب باشه، ملائکه های رحمت جانشو بگیرن. اگر به سوی شهر انسانهای بد نزدیک باشه، ملائکه های عذاب جانشو بگیرن. این شخصیت میگه خودش در دو مابین راست بود، نه این طرف نزدیک به کی است؟ انسانهای بد، نه این طرف به انسانهای خوب، در بین راست. خداوند دستور داد، امر کرد، گفت اول ابتدا گفت از جانب انسانهای بد، از شهری که برآمده است از همون جانب گفت چین کنه. این ملائکه ها در چین کردن بودن. همین لحظه میگه خداوند یک وجب زمین از جانب انسانهای صالح کوتاه کرد، یک وجب زمین کوتاه کرد. ملائکه های رحمت دستور داد که یعنی که شما قبض روح کنید، جان ایره شما بگیرید. ببینه برادر عزیز که وقتی که انسان توبه کرد، از تحت دل که توبه کرد، رب العالمین اون را دیگه قبول داره. حتی خودش میفرماید که لا تقنطوا من رحمت الله، میگه از رحمت خدا شما ناامید نشه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، رب العالمین بچنان بزرگوار و بخشنده است که جمع گناه های شما را میبخشه. اگر گناهت حتی در یک حدیث قدسی میگه لو بلغت ذنوبک عنان السما، میگه اگر گناهی تو تمامی روی زمین پر کنه و بلندیش در آسمان برسه و سوی من رو بیاری، در نزد من توبه کنی، میگه من همه گناهی ترا میبخشم. بنده عاصی برای توبه دیر آمد، اگر کوهی معصیت را توبه می سازم بدل. حضرت مولانا میگه رب العالمین بنده گناهگار اگر چی دیرم به سوی من رو بیاره، اگر کوه گناه هم داشته باشه، من گناهی او را می بخشم. یعنی رب العالمین بسیار بخشنده است. البته هر کدام ما یک خاطرات تلخ و سیاه داریم. هر شخصیت یک فریب خورد، یک لغزش خورد، یا زنا کرد، یا عرق خورد، یا دیگر نوع گناه کرد، باید حتما از تحت دل رو به خدا بیاره، توبه کنه تا اینکه خدا او را ببخشه، به درگاه خدا را، به نزد خدا را بر روی سیاه نروی. و همین خاطر باید انسانیت حرکت کنه، توبه کننده باشه. یک شاعر یعنی این مهربانی و بزرگواری خدا را در نظمش آورده، ایم آخر میخوانیم. حضرت میفرمایند که رب العالمین ما بنده هاش چی قدر التجا میکنه، چی قدر زاره میکنه. ما وقتی در قرآن یا ایها الذین آمنو میخوانیم، مفسران میگن این دعوت محبت های. چی رنگه که پدر فرزندش میبینه میگه ای جانی من، ای فرزندی من، ای جگرگوشم، بوده و میگه آغوش کشاده میکنه تا اینکه فرزند خودش بوده و در آغوش پدر با اندازه. رب العالمین چنین بنده هاش یعنی با مهربانی و با محبت دوست میداره، دعوت میکنه. حضرت میفرماید که پروردگار چی قدر بنده را یعنی التجا میکنه، دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من،
به من دردی دل افشا کن، مدوا کردنش با من. پروردگار میگه دل تا خانه من کن. در اصل دل این مکان محبت و دوستداری الله هست. رب العالمین میگه الا بذکر الله تطمئن القلوب. میگه دلهای شما فقط به یاد الله، به ذکر الله، به نام الله آرام میگیرن و خوشحال یعنی راحت میشوند. رب العالمین میگه دلت را خانه من کن، یعنی در درون دلت من جا کن. او دنیا و یعنی زن و فرزند و مال و چیزهایی که جاشته است اونا را همش بیرون کن، جای او نیست. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من. دلت را صاف میگردانم، دلت را خوشحال میگردانم، دلت را خرسند میگردانم. به من دردی دل افشا کن، مدوا کردنش با من. دردی دل تا به من بگو. پروردگار میگه در نزد هر کس شکایت نکن. نزد کسی هم شکایت کنی او بدادی تو رسیده نمیتونه، او درد دلی تو را یعنی دوا بخشیده نمیتونه. رب العالمین میگه که به من دردی دل افشا کن، مدوا کردنش با من. من میگه مشکلی تو را حل میکنم، من دلی تو را دوا میبخشم. رب العالمین میگه بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور ذره اخلاص که دریا کردنش با من. بخیلی نکن. میگه یک قطره آب دیده ده بچکان. درباره قطره آب دیده برادر عزیز من یک حدیث مثال میارم. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در شب معراج شون میگه وقتی ما جنت و دوزخ برای من نشان دادن، من میگه در دوزخ در آمدم، یک آتش خیلی شعله‌ور، یک آتش خیلی کلان بود که جبرئیل او را برای من نشان داد. میگه خیبت او، وهم او میگه در دل من نشست، خیلی خیف بردم. گفتم یا جبرئیل این آتش اینقدر شعله‌ور، این آتش اینقدر سخت و کلان برای که است؟ جبرئیل علیه السلام گفت برای گناهکارای امتی تو هستی. میگه این لحظه من در حال گریان شدم، دعا کردم نزد پروردگار، گفتم اینقدر آتش سخت این امتای من میسوزه. یک لحظه بود میگه یک ملائکه در دستش یک کاسه خیلی میده، در دست یک کاسه خیلی میده آورد. در ته اون کاسه میگه یک کمتر آب بود. همون آب میگه پاشید در بالای همون آتش، هم آتش کلان همه خاموش شد. میگه یگان ذره آتش باقی نمون. گفتم سبحان الله یا جبریل این آب چی آبی بود که اینقدر آتش کلان خاموش کردان؟ حضرت جبرئیل علیه السلام گفت که این آب قطره های آب دیده امتای تو بود. قطره های آب دیده امتای تو بود که آتشی که باید میسوزان شو اونا را خاموش کردن. به این خاطر رب العالمین میگه هر انسانی که از ترس من یک بار یک قطره آب دیده ریزانده باشه هرگز او شخصیت آتش دوزخ نمیسوزه. رب العالمین بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش. رب العالمین از بنده هاش 4 قطره را دوست میداره. آب دیده که به خاطر او یا اینکه از ترس او میریزه، عرق بدنی که در راه خدا خدمت مینی و میچکه، و خون قربانی و خون شهید. این 4 قطره را خداوند از بنده هاش دوست میداره. بیاور ذره اخلاص که دریا کردنش با من. اخلاص چیه برادر عزیز؟ وقتی یک مشکلی میافته یعنی یک کار به بالات میآید در حال در فکر شخصیت ها میزنن. پیش یکی حاجی فرهاد برم، پیش ایشان قاری میرم بیگ برم، پیش یکی داملا برم، پیش ایشان مخصوم برم. برای چی؟ برای کار مبود کنن. یعنی همین ها را باور میکنی، کار حاجی بود میکنه، ایشان قاری بود میکنه، هر کس در فکر میاری که باید برای کار مبود کنن. رب العالمین میگه همین باوریه که ای حاجی فرهاد و قاری میرم بیگ داری، همین باوری را از من کن، از من بپرس. میگه یک ذره اگر از من بپرسی، میگه یک قطره از من بپرسی، دریا را در اختیارت میتیم. یعنی برای تو قطره نه، یعنی برای تو اصلی همون چیز نصیبت میگردانم. اگر گم کرده ای جانا کلیدی خانه ما را، بیا یک لحظه با ما باش که پیدا کردنش با من. رب العالمین میگه دری من گم کردی، درگاهی من گم کردی، عبادت و بندگی من گم کردی. اگر دوباره بخواهی یک لحظه یعنی من یاد کن، در فکر در یادی من باش، یک لحظه از من بپرس، من دوباره میگم هدایت یعنی بندگی من خوشبختی را نصیبت میگردانم. اگر درها برویت بسته شد دل بد مکن بازا، دری خانه تقل وا کن که هم وا کردنش با من. رب العالمین میگه اگر همه مردم از تو رو بگردانند،
یعنی یگان کس به داد و فریاد نرسه، در یک پیشپستی افتادی، در یک مشکلی و مشقت افتادی، یگان کس دست نگیرید، میگه تو دل شکسته نباش، تو غمگین و زیر نباش، یک بار میگه به سوی من فریاد کن، بگو که ای پروردگار همه از من رو گرداندند، در این خانه تقل وا کن که من درم میگه بروی تو کشاده میگردانم. مولانا میگه شب خیز که عاشقان به شب راز کنن، گردی دری بام دوست پرواز کنن، هر جا که دری بود به شب در بندند، الا دری دوست را که شب باز کنن. رب العالمین حدیث پیغمبره که هر شب وقتی سیگ آخری شب میمونده نزول رحمت میکرده، آسمان دنیا پایان میشده، میفته یگان دعا کننده هست که دعاش قبول کنم، یگان پرسنده است که از من یگان چیز پرسه و براش بیتیم، یگان توبه کننده است که توبه کنه من گناهاش ببخشم. رب العالمین میگن نزول رحمت میکرده و با سوی بنده هاش فریاد میکرده. اینجا حضرت ما آورده که پروردگار میفته که تو بگو ای بنده که ای پروردگار دری خانه تا برای من هوی که همه درهاش درون بستن، کسی به من گپ نمیزنه، کسی به فریادم نمیرسه، کسی به حالم رحم نمیکنه، ای پروردگار خودت رو به خودت آوردم. رب العالمین میگه من درم بروی تو کشاده میگردانم. و ما گو حاجتی خود را اجابت میکنم، آن را طلب کن هر چی را خواهی، مهیا کردنش با من. رب العالمین میگه هر چیزی که میخواهی بپرس، هر چیزی که طلب داری در درگاه ما، هر آنچه هستی بازا، گر گبر و یهود و بت پرستی بازا، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی بازا. بیا بگه 100 بار بیای، رب العالمین میگه من ترا قبولت میکنم. حاجت از من بپرس، هر چیزی که پرسی رب العالمین میگه برات میتون. بیا قبل از وقوع مرگ که روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع که انها کردنش با من. هر چیزی کردی، هر کمبودی کردی، هر گناهی کردی، فقط به یک کلمه، به یک جمله بگو ای پروردگار من توبه کردم، من پشیمان شدم، من به تو رو آوردم، توبه من قبول کن، ای الله گناهی من ببخش. فقط میگه به یک جمله همون قدر گناهی بزرگ همون قدر خاطرات تلخ من از تو میبخشم. اگر عمر گناه کردی مشو نومید از رحمت، اگر عمر گناه کردی مشو نومید از رحمت، تو توبه نامه را بنویس که امضا کردنش با من. رب العالمین میگه حیات عمر گناه کردی اگر ناامید نشه، ناامیدی از رحمت خدا کفره، انسان نباید از رحمت خدا ناامید شود. اگر حیات عمر تم در گناه گذشته آخر پشیمان شه، رب العالمین ترا قبول داره، خداوند گناهی ترا میبخشه، در بندگیش قبول میکنه. در آخر یک حدیث دیگر مثال میاریم، دعا میکنیم. پیغمبر بزرگوار روز همراه اهل اصحاب بودن، میگه از غزوه گشته بودن، یک مادر تفلک یک کودکی شیرخوارش میگه در بین مردم گم کرد، هر سودک جستجو در سراغش بود، ناگاه میگه کودکش پیدا کرد، در آغوشش چقدر محکم جقید کودک، سر بدنش بوسه میکرد و سینهش برآور میگه در دهن کودک داد و شیرش میداد، چقدر محبت و دوستداری سختش داشت. پیغمبر بزرگوار اهل اصحاب گفتن که ای صحابه گفتن آیا این مادر دیلش میشوه که همین فرزندش به دستای خودش در درون آتش با اندازه؟ اهل اصحاب گفتن یا رسول الله هرگز دیلش نمیشوه. پیغمبر بزرگوار گفتن که من شما را یک چیز میگم، اینا خوب فکر کنه، رب العالمین 100 برابر از این محبتی که مادر نسبت به فرزند داره، خداوند 100 برابر از این زیادتر شما بنده هاش دوست میداره. یعنی که رب العالمین چقدر بنده دوست داره، چقدر بنده نوازه. اگر دوستت نمیداشت والله قسم دای قدر گناهکاری حال زنده نبودی. اگر دوست نمیداشت که رب العالمین نعمتاش برای تو ضررناک میگردان. در حدیث قدسی خداوند میگه وقتی بنده گناه میکنه من رو میگردانم، از بنده رو نمیگردانم، رو میگردانم که حالت گناهش نبینم، غضبم در بالاش بیاید، رو میگردانم که بنده من در حال گناه و بدیش ترک کنه و دوباره به سوی من توبه کنه. و همین خاطر برادران عزیز بزرگوار، پروردگار ما خیلی بزرگوار و مهربان است، حرکت کنه که ما از جمله یعنی شخصیت های توبه کننده باشیم، از این خاطرات و یعنی بدی هایی که در حیات کردیم
به خدا رو بیاریم. ببینیم مهربانی خدا پروردگار که برای ما 5 وقت نماز فرض گردانده است. برای چی؟ برای گناهامون پاکیزه کردن. رمضان فرض گردانده برای گناه پاکیزه کردن. حج فرض گردانده برای گناه همه این عبادت های فریضه آخر گناه انسان، حتی زکات هم گناه انسان پاکیزه میکنه. و این خاطر ما و شما حرکت کنیم که از گناه خودمون پاکیزه کنیم تا اینکه در درگاه خداوند عزت و فضیلت و شرافت و کرامت و بزرگی پیدا کنیم. پروردگارا این جمعیت ما را بخت سعادت دنیا و آخرت نصیب فرما. پروردگارا بار الها تمامی گذشتگی های ما را غریق رحمت شایسته جنت بگردان. پروردگارا گناه های ما را و گناه های گذشتگی های ما را مغفرت بگردان. پروردگارا در کسب و کار حلال این جمعیت برکت ها عطا بفرما. پروردگارا بار الها این جمعیت در دل ها هر امید و آرزو و مراد و مقصد داشته باشن با مراد و مقصد برسان. یک برادر عزیز را مادر محترمه گفتم وفات کرده، دعا بفرستم پروردگارا این مادر غریق رحمت شایسته جنت بگردان. پروردگارا سفر آخرت شب خیر بگردان، شب اول شب راش آسان بگردان. پروردگارا این ماه بزرگ در روز قیامت شفاعت خواهش بگردان. پروردگارا در برابر این مصیبت برای اهل بیتش صبر جمیل و ثواب بزرگ نصیب بفرما. یک دادر عزیز در حق برادرای زندانی دعا بفرستند. پروردگارا این پدر بزرگوار این دادر ما را و تمام زندانی های ما را آزادی نصیب بفرما. پروردگارا بیماری هامون شفای عاجل کامل نصیب بفرما. پروردگار خاتمه مون به خیر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.